اگر بخوام ماه رجب رو توضیحش بدم مثل این هستش که کسی تو جهنم باشه، یک دفعه عذاب قطع بشه، اکرامش بکنم ببرش توی بهشت. رجب دقیقاً اینجوری، چه مادی چه معنوی گرفتاره، بعد یه دفعه خدا همه رو برمیداره. به حال ماهی هستش که به قول پیامبر صلی الله علیه و سلم عصب هست، یعنی ریزش خیلی شدیده از بالا. و مظهر تواب بودن خدا چیه؟ ماه رجب هست. گاهی وقتا ما اونقدر دنیا زده میشیم، اونقدر سایه میندازه رو قلبمون که اصلا چیزی به اسم عشق، خانواده آسمانی معنا نداره اصلا. مرده دیگه این قلبه شاید احیا بشه که توی رجب. ببین یعنی بعضیا مردن فقط ماه رجب، چون یه دفعه ریزش یه دفعه است، ممکنه یه دفعه احیا بشه، یه مرده احیا بشه. یعنی متوجه بشه خدا به من روی رویکرد جدیدی تو این ماه داره از همه جهت. آسمون یه جور دیگه بازه. یعنی کاری که من باید تو ماه‌های دیگه میکردم یا کار دیگه بکنم که یه روزنه باز بشه به روی ما، یه روزنه یه دفعه همه درا رو باز میکنن. ماه عسلی است، 3 ماه عسله. یا من یعطی من سأله، ای کسی که کسی ازش چیزی میخواد میدی. ماه رجب اینجوریه ها، اصلا معطلی نداره. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف، اصلا کسی نمیشناسش. اون کسی هم نمیشناسش خدا ریزش داره ماه رجب. اصلا گاهی وقت آدم میخواد جونشو بده خدا، گاهی وقت همه وقت آدم میخواد جونشو بده خدا، همه وقت آدم جونشو بده خدا. تحننن منه و رحمت. تحنن یعنی چی؟ یعنی خدا غمخوار بندش، اصلا دل میبره ازش. اول از این میگم همون شب اول رجب همین گناه ها رو میبخشه میریزه. یه چند رکعت نماز داشت، واسطه هم نداره. اعتنی به مسئلتی ایاک، ببین عطا کن به من، به همین حساب که من عطا میخوام. ها کی اینجوری حرف میزنه تو دهن بندش؟ این خدا من ازت میخوام دیگه. نمیگیم به حق محمد و آل محمد، خدایا همین که من ازت میخوام، همه خیر دنیا و آخرت چون من ازت میخوام بهم بده. یعنی خدا یعنی میگه خودت خیلی عزیزی. تو این ماه ما جیگر نداریم اینجوری دعا کنیم. ما کسی کی جیگر میخواد بره پیش خدا بگه خدا من بهت میگم خیر دنیا آخرت بده چون من دارم بهت میگم. مثلا هیچ کس هم واسطه نمیکنی. این خدا چیکار کرده تو این ماه؟ برگردون از من به خاطر که من ازت میخوام. جمیع شر دنیا شر آخرت. میدونید چی میگه؟ داره بهت میگه هر چی خیر میخوای بخواد تو این رجب، هر چی شر میخوای برطرف شه برطرفش کن.